خب امروز CSC آپدیت داده، رگولار آپدیت با عنوان ریتکس. ریتکس یه موده که تو این آپدیت برگردوندنش، ولی امروز قرار نیست راجع به این صحبت کنم. من امروز اصلا حال رکورد کردنم نداشتم، ولی انقدر این موضوع مهمه گفتم یه ویدیو راجعش باید بگیرم. یه دونه آپدیت کوچیکم اومده، پچ نوت، که خیلی چیز مهمی نیست تا وقتی که برسیم به کانترکتس. کانترکتس رو که بخونیم می‌بینیم که تغییری داخل قسمت ترید آپ داریم داخل اینونتوری کانتر استرایکمون. 5 stat track convert items can be exchanged for one stat track knife from a collection of the items that was provided. و 5 regular convert items can be exchanged for one regular knife or glove از کالکشن آیتمایی که گذاشتیم داخل ترید آپ. و این یه تغییر خیلی گنده است و خیلی قراره تاثیر بذاره روی مارکت بازی. اگه بخوام براتون مثال بزنم، گانای کانورت یا قرمزی که مثلا قیمتشون فاکین $2 $3 بوده، شده الان چقدر؟ $46. این هم الان یه آیتم کانورت یا همون قرمز دیگه است که ببینید $12 بوده، شده فاکین $61 توی یه شب. از زاویه‌های مختلفی میشه نگاه کرد. مثلا برای کسی که اینوستمنت روی آیتم‌های بازی اصلا براش مهم نیست، فقط صرفا میخواد یه نایفی دستش باشه بازی کنه، خیلی تو خرید و فروش و اینا نیست، چیز خوبیه، آپشن خوبیه. ولی برای کسایی که مثلا چه میدونم $600,000 یا مثلا اینونتوری یاروه، این خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. نکته خوبی که هست اینه که نایف یا دستکشایی که از ترید آپ میان قابل فروش توی مارکت استیم نیستن و تریدشون هم نمیشه کرد. یعنی نه تو مارکت استیم میتونی بفروشیشون، نه توی سایت سوم شخصی که خرید و فروش آیتم هستن، ولی بازم تاثیر خودش ما داریم داخل استیم مارکت میبینیم. خب این 4 تا قیمت باترفلای اولترا وایولت از $1270 شده $600. بازم میگم از زاویه مختلفی میشه نگاه کرد و من فقط خواستم نظر خودم بدم. خیلی کسچرین و شما نظر خودتون داخل کامنت ها برام بنویسید. فعلا